یک منبع از دستگاه رئیس ولایت سوخت به آزیا پلوس خبر داده است که در مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تعداد فوتیدگان از جانب تاجیکستان تا 4 می به 19 نفر رسید. 15 نفر در اسفره و 4 نفر در ناحیه باباجان غفوروف. از این شماره 10 نفرشان شهروندان ملکی و 9 نفر کارمندان مقامات حفظی حقوق و سرحدبانان می باشند. از جانب قرقیزستان طبق معلومات وزارت تندرستی این کشور 36 نفر هلاک شده 183 نفر زخم برداشتند. ما قبلا دایر به 16 سرباز شهید شده تاجیک نوار آماده کرده بودیم و حالا درباره افسر از نورآباد که در نتیجه درگیری های چند روز قبل شهید شد میگوییم. عبدالله سعیدوف یک افسر نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان می باشد. روز 4 می یک خویشاوند عبدالله که نخواسته از سامانه سپوتنیک تاجیکستان نامش را ذکر کند گفته است 29 اپریل قریبی های بیگاه از کمیسریت ناحیه نورآباد خبر دادند که فرزند شما در راه حفظ وطن جان خود را فدا کرد. اول باور ما نآمد، اما بعد وقت اینترنت در آمده با وضع آشنا شدیم دیدیم که او تنها نیست و او در حقیقت در جنگ روبرو مردانه به شهادت رسیده است. عبدالله سعیدوف 21 اوگوست سال 1995 در دهه میانه دره ناحیه نورآباد وادی رشت در خانواده دهقانی عادی تولد شده. سال 2013 پس از ختم مکتب میانه این دهه برای ادامه تحصیل به دوشنبه رفت. سال 2015 با موفقیت امتحانهای کالج حربی دوشنبه را سپرده سال 2019 آن را ختم کرد و به صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان پیوست. از روی تقسیمات او را به قسم نظامی نیروهای مرزبانی در اسفره فرستادند. همگی 4 روز پیش از مرگش رتبه کاپیتانی را گرفته بود. 1 می ساعت 9 صبح جسد عبدالله را به نورآباد آوردند و در زادگاهش در یک مراسم رسمی به خاک سپردند.